بیا تو گوشه آیفونی ترفند بهت یاد بدم که با یه سری کامندا یا دستوراتی که به گوشی میدی برات آیفون انجام بده اون کارا رو. سیری نیستا. برای این کافیه که وارد ستینگ بشین، اونجا اکسسیبیلیتی رو پیدا کنید و بازش کنید. تو حالا اکسسیبیلیتی که باز کردین یه اسکرول ریز میکنید به سمت پایین تا وایس کنترل رو پیدا کنید. وایس کنترل رو تاچ میکنید، بازش میکنید و از اونجا تیکش رو میزنید تا روشن شه. وقتی بزنید ببینید علامت وایس کنترل سمت چپ بالا میاد براتون، تو گوشیتون ظاهر میشه. و بعدش برای اینکه حالا این وایس کنترل یه سری کامندا داره که باهاش بتونی حالا اون دستوری که به گوشی میدی برات انجام بده. برای اینکه اون کامندا یا دستورا رو ببینی کافیه این یه متن ریز انگلیسی اونو به زبون بیاری. حالا اون متن انگلیسی چیه؟ بعد بگی show me what to say. وقتی که میگی show me what to say لیست کامندا برات میاد که جای مختلف هم متغیره. حالا این دستورات رو وقتی که به گوشی بگی زمانی که وایس کنترل روشن باشه برات انجام میده. یه ترفند ریز و ساده ای بود. امیدوارم خوشت اومده باشه. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه.